دکتر، تاثیر تمرینات قدرتی واسه آقایون و خانم ها آیا متفاوته با توجه به تفاوت هورمونی و جنسیتی که وجود داره؟ محمد جان طبیعتا متفاوته. در آقایون سطح تستوسترون عامل تعیین کننده افزایش قدرت و هایپرتروفی. در خانم‌ها این هورمون رو به حداقل داریم. وقتی تستوسترون هست، محور IGF-1 به خوبی تحریک میشه. محور IGF-1 تشکیل شده از خود IGF-1، هورمون تستوسترون، هورمون انسولین و هورمون رشد. مجموع اینا هورمون‌های آنابولیک بدنن که میرن در درون سلول تحریک میکنن سنتز پروتئین رو. در خانم‌ها این رو کمتر داریم. بنابراین انتظار داریم که تحت تاثیر تمرینات باوزنه و قدرتی آقایون رشد عضله بیشتری داشته باشند. اما این تابعی است از قدرت نسبی و مطلق. در قدرت مطلق آقایون برتری دارن، ولی در قدرت نسبی یعنی به ازای وزن بدن یا به ازای وزن عضلات بدن خانم‌ها یک جایی حتی برتری دارن، خصوصا در عضلات پایین تنه. در حرکت مثل اسکوات خانم‌ها میتونن برابری کنن به لحاظ نسبی با آقایون، حتی بالاتر هم باشن. ولی در بالاتنه این به نفع آقایون کنار میره و طبیعتا این اختلاف رو میتونیم ناشی از تمرینات مقاومتی و تمرینات با وزنه بدونیم. دقیقاً، بسیار عالی. ممنونم.